به نام حق و حقیقت بحثی کوتاه خواهم کرد در باب نظامی، در باب فلسفه شعر از دیدگاه نظامی، چون برانم که شاعران بزرگ متفکران بزرگی هم هستند و در واقع دیدگاه‌های فکری خود را در شعر مطرح می‌کنند. من پیشتر در این باب در چندین سخنرانی بحث کردم. نظامی اونجایی که میخواد بر سخن تأکید کنه و بگوید اصل سخن است و بگوید علت غایی آفرینش به تعبیر حکما سخن است، این ابیات را مطرح میکنه. در لغت عشق سخن جان ماست، ما سخنیم این تلل ایوان ماست. بقیه ظواهره. خط هر اندیشه، نکته اینه، خط هر اندیشه که پیوستند بر پر مرغان سخن بستند. اول اندیشه پسین شمار، هم سخن است این سخن اینجا بدار. خط هر اندیشه که پیوستند بر پر مرغان سخن بستند، یعنی که سخن بیانگر اندیشه است و اندیشه هایی را که شاعر داره و میخواد مطرح کنه از طریق سخن مطرح میکنه و طبعا از دیدگاه نظامی از طریق سخن منظوم، از طریق شعر. در فلسفه شعر مثل هر فلسفه مضاف دیگر، فلسفه هنر، فلسفه فیزیک، فلسفه تاریخ، 3 پرسش اساسی مطرح میشه. این که چیست؟ چیستی شعر که بسیار راجع بهش بحث شده. این که شعر کلام مخیل یا مخیل است از دیدگاه حکمی، از دیدگاه فلسفی، یا این که باید حتما وزن عروضی هم داشته باشه، کلام موزون و مقفاست، که بحث خودش بحث مستقله و نخستین پرسش فلسفه شعر هم همینه و من باز هم در جای دیگر بحث کردم، دیگران هم کردم. پرسش دوم اینه که از کجاست؟ خاستگاه شعر کجاست؟ چیست؟ و سوم این که ارزشش چیه؟ به چه دردی میخوره؟ هر کدوم اینها بحث های مستوفا و مستقلی داره. دومین پرسش رو من به کوتاهی امروز مطرح میکنم تا انشاءالله در فرصت دیگر پرسش های دیگر را مطرح کنیم و پاسخ بدهیم. دومین پرسش چه بود؟ خاستگاه شعر. شعر از کجاست؟ از آغاز این مسئله مطرح بوده است که شعر آیا آموختنی است؟ یعنی یک کسی که شاعر است یا یه آدمی میتواند شاعر بشود، یا این که باید شاعر به دنیا بیاد؟ همچنان هم مسئله مطرح است با همه پاسخهایی که دادند. به یاد دارم که خواندم در جایی که رافائل، اون نقاش معروف، در کلیسای واتیکان تصویر افلاطون و ارسطو را کشیده، حالا واقعی یا خیالی. افلاطون انگشت اشارش به سوی آسمان، ارسطو به سوی زمین، و با این تصویر خواسته تمام فلسفه این دو متفکر را بیان بکنه. خب افلاطون در واقع با اون طرح نظریه مسل پیوند با آسمان داره، پیوند با ورای جهان مادی داره، ولی ارسطو تأکیدش بر این جهانه. بنابراین با این دو اشاره خواسته است بگوید که این دو چه میگویند. به گمان من در پاسخ به این پرسش که خاستگاه شعر چیست،
از کجا می آید از همین زاویه میتونیم نگاه کنیم. بعضی در واقع اشاره کردن به بالا از جمله نظامی و بعضی اشاره کردن به پایین افلاطونوار یا ارسطووار و در نتیجه پاسخهایی به این پرسش دادند. چون بحث من بحث نظامی است طبعا اون پاسخ به زمین را به کوتاه‌تر مطرح میکنم. خیلی خلاصه اونهایی که ارسطووار به زمین اشاره کردند تقریبا 3 گروهن. یک گروه که خاستگاه شعر را یک غریزه دانستند، شعر را حاصل یک غریزه، البته غریزه هایی که معرفی کردن متفاوته، مثل غریزه بازی، شیلر رو اینها این حرفا زدن، گفتن که بشر نیروی اضافیش را یه جوری صرف میکنه، بچه بازی میکنه، آدمای بزرگ هم حالا یا فوتبال بازی میکنن یا نقاشی میکشن یا شعر میگن، داستان اینه. کانت میگه غریزه تزیین، چون انسان میخواد محیط خودش رو بیاراید و شعر هم نوعی آرایش لفظی است، شعر به وجود میاد. این هم خیلی خلاصه حرف اوه. و سوم هم نظر معروف جنسی هست که فروید معتقده که حاصل عقده‌های سرکوفته جنسی است و یکی از چیزهایی هم که وجود میاره اون عقده‌های سرکوفته، هنر شعرم یکیش. این اواخر هم بحث‌های دیگری به دنبال طرح نظریه ناخودآگاه، ضمیر ناخودآگاه مطرح شد و گفتند که در واقع خاستگاه شعر الهام هست ولی نه از آسمون، از ضمیر ناخودآگاه. یک کسی به نام رابین اسکلتون که یک کتابی داره و یکی از همکاران ما هم ترجمه کرده و من هم به نظارتی داشتم، میگه که این جمع میشه تجربه ها در اون ضمیر ناخودآگاه و در واقع در یه شرایط ویژه‌ای داده میشه بیرون، در یه شرایط خاصی که برای شاعر پیش میاد. به هر حال تمام اینها اشاره به زمینه، ربطی به آسمون نداره، ربطی به اون بالا نداره. اما بزرگانی مثل نظامی و به طور کلی شاعرای بزرگ ما که به هر حال به معنویت های ویژه‌ای باور داشتند، انگشت اشارهشون به آسمانه و معتقد هستند که شاعر الهام میگیره و طی یک شرایطی وقتی تزکیه‌ای صورت بگیرد میتواند که یه ارتباطی با عالم بالا برقرار کنه. من میخوام اینجا از 2 زاویه به موضوع نگاه کنم. فرض کنیم که این راست است، درست است یا درست نیست، چون این حرفا رو اصلا نمیشه گفت درست است یا درست نیست، نظریه است، قابل طرح، قابل بحثه. یک اثر بسیار مهم در زندگی داره، یعنی وقتی که کسی باور کرد میتواند از طریق اخلاقی شدن، از طریق انسان شدن، از طریق تزکیه نفس باطن یه کاری را انجام بده، کمترین فایدهش آدم شدنه، کمترین فایدهش رفتار و کردار انسانیه. کما اینکه همه این بزرگان چنین بودن. خود همین مرد بزرگ نظامی مجسمه انسانیت و شرف بوده، زندگیش نشون میده. اون برد نظریش هم که تکلیفش روشنه. وقتی که اون وضعیت ایجاد شد، اون تجربه باطنی اسمشه بگذاریم، اون تزکیه ایجاد شد، ارتباط برقرار میشه. البته یادمون باشه دانش حکایتش جداست. شاعر مهم و بزرگ برای پرواز در عالم شعر 2 بال میخواد.
یک بال بال الهامه و ارتباط با عالم بالا. یک بال همون بالیه که خود نظامی اشاره کرده، خط هر اندیشه که پیوستند بر پر مرغان سخن بستند. این اندیشه از کجا میاد؟ این اندیشه باید از طریق مطالعه، از طریق آموزش، از طریق یادگیری به وجود بیاد. بنابراین در کنار اون تزکیه اخلاقی شدن که موجب می شود ارتباط با عالم بالا برقرار بشود، دانش هم لازمه. کما اینکه این 5 گنج نشان میدهد که این مرد بزرگ چه دانش‌هایی داشته. خب شاید در بین شاعران ما اشاراتی به این موضوع شده باشه، اما هیچ کسی مثل نظامی مسئله را طرح نکرده و با تفصیل نسبی. ببینید، بلبل عرشند سخن پروران، باز چه مانند بدان دیگران. زآتش فکرت چو پریشان شوند، با ملک از جمله خویشان شوند. ببینید، این پریشان شدن در اثر آتش فکرت، آتش اندیشه، تعبیر دیگری از بیخودی. چون شعر به هر حال یکی از سرچشمه‌های معرفته، یعنی یکی از ابزاریه که ما معرفت رو در اون جاری میکنیم. از منظر بزرگان فرهنگ و فکر ما، حکمت ملی، حکمت ایرانی، حکمت اشراقیه و حکمت اشراقی که نخست در شاهنامه مطرح شده، سپس در همین خمسه و بعد در حوزه فلسفه ابن سینا و آنگاه سهروردی آن را پرورده اند و بحث مفصلی دارد، غیر از یادگیری، غیر از قهرمان استدلال شدن، تزکیه نفس لازمه و در کنار تزکیه نفس در جریان رسیدن به معرفت یک حالت بیخودی ضرورت داره. در اون حالت بیخودی است که اون ارتباط برقرار میشه. چرا؟ برای این که دریا حقیقت امر فرا تجربی است و برای دریافت امر فرا تجربی حال فرا تجربی لازمه. به تعبیر حافظ، تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی حقیقت گذر توانی کرد. باید از این حالت طبیعی بیرون شد، غیر از دانش، غیر از تزکیه نفس. اون حال هم لازمه. آن نفسی که با خودی یار چه خار آیدد، و آن نفسی که بی خودی یار چه کار آیدد، تا آخر که مولوی مطرح کرده است. و نظامی هم مطرح کرده اون حالت بی خودی را، همون جایی که میگه به یزدان که تا در جهان بودم به می دامن لب نیالودم و از این می همه بی خودی خواستم، بدان بی خودی مجلس آراستم. این بی خودی از لوازم رسیدن به معرفته و در شعر هم که گونه معرفت است لازمه. ذاتش فکرت چو پریشان شوند، با ملک از جمله خویشان شوند. این ارتباط آنگاه برقرار می شود که اون انسانیت به بار آمده باشد و این ارتباط برقرار گردد. پرده رازی که سخن پروری است، سایه ای از پرده پیغمبری است. پیش و پسی به صف کبریا، پس شعرا آمد و پیشن بیا. یعنی کار را تا اونجا پیش میبره که از نوع پیغمبری بلا تشبیه، یعنی از به او الهام میشه، به پیامبر وحی میشه که خاص پیامبری است و به شاعر الهام میشه. این ارتباط باید برقرار بشود تا شعر معنی پیدا بکنه و شعر شکل بگیره.
و در کنار اون دانایی را هم مورد تأکید قرار میده و چون بسیار مرد متشرعی بوده، از یک سو بر شریعت تأکید میکنه و از یک سو بر دانش‌های دیگه است که دنبال همینه. چون سخنت شهد شد ارزان مکن، شهد سخن را مگس افشان مکن. به هر حال توضیح میده که قدر سخنتو باید بدونی و غیر از این الهام و اینها سر جای خودش. تا ندهندت مستان گر وفاست، تا ننیوشن مگو گر دعاست. از اون طرف اصرار کن، اون ارتباط که برقرار شد، بهترین را بگیر. از این طرف هم شنونده اهل پیدا کن. میگه تا در ننیوشن، نیوشیدن یعنی چی؟ به گوش جان شنیدن. حتی اگه دعاه نگو، باید اهل باشن که بشنون. و بعد تا نکند شرع تو را نامدار، نامزد شعر مشو زینهار. در تمام موارد این مرد بزرگ به مسئله شرع توجه داره. و من در یک سخنرانی دیگه به تفصیل گفتم که دینداری چون او وطن پرستی نابه، در یک سخنرانی جدا. و اون بیتای معروف همه عالم تن است و ایران دل، نیست گویند از این قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. شعار نیست، نگاهیه که در کل آثارش ساری و جاریه. و من در اون سخنرانی گفتم. باری خلاصه کنم سخنم را، از یک سو الهام است، این ارتباط است، از سوی دیگر دانایی در حوزه های مختلف دینی و غیر دینی، در دانش های مختلف، تا شاعر بشود شاعر و به قول خودش بشه امیر کلام. شعر تو از شرع به دانجا رسد، که از کمرت سایه به جوزا رسد. شعر برآرد به امیریت نام، که الشعراء امراء الکلام. همه اینها لازمش اون حرکت و اون طرح. خب اشاراتی عرض کردم در دیگران شده است، ولی چنین طرحی که با تفصیل نسبی مطرح بشه ویژه کار نظامی است الحق. و فلسفه شعر هم در کار او مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است. امید که در فرصت دیگر اون بحث‌های دیگر رو دنبال کنم. فعلا این پاسخ به پرسش از کجاست خاستگاه را به همین اندازه بسنده میکنم و به امید بحث‌های بعد و دیدارهای بعد. بدرود.